75 روز سخت با نرگس. اینجاییم که تمام 75 روز سخت بهتون قوانینش رو بگم. روز اول 5 قوانین اصلی داره این 75 روز سخت که البته این قوانین 5 قوانینی که من میگم این قوانین نرگسیه. 75 روز نرگسیه، نه 75 روز سخت. چون که من اون لیست خواندم و برای من خیلی سخت بود. خواستم شخص سازی کنم. 5 نکته اصلیشو برداشتم: غذای سالم خوردن، آب به اندازه کافی نوشیدن و ورزش کردن روزانه. حتما 2 بار روزانه ورزش میکنم و هر روز یک ویلاگ برای شما آپلود میکنم و کنارش زبان باید حتما بخوانم. مطمئنا تو این 75 روز سخت که ما همینطور سعی میکنیم روی بدن روی فیزیک خود کار کنیم، روی روح و روان خود کار میکنیم با تمرکز و با استمرار دائم و ببینیم تو این 75 روز چه عادتهای خوب به من اضافه میشه و چه عادتهای بد من میتونم ترک کنم. مثلا من سر صبح نمیخوابم، خیلی وقتا خواب به اندازه کافی نیست، این میتونه در طولانی مدت ضرر جبران ناپذیر به من بزنه و من تلاش دارم که تو این مدتی که سعی میکنم تو این 75 روز کاملا در سطح خواب عالی برسم، حداقل 8 ساعت خواب درست، کاری که خیلی ازش بدم میاد و همش تکرار میکنم. متاسفانه توی گوشی رفتن و دوام مثلا ما یک دفعه متوجه میشم 1 ساعت کامل 2 ساعت کامل من تو گوشیم و زمان مثل برق اومد گذشته از روی من. با این 5 قوانینی که بهتون گفتم، ولی چیزای خودریزی توی خود من است که میخوام توی این 75 روز تغییر بدم. شما اگه میخواین این 75 روز یک وقت اگه امتحان کردین میتونین طبق معیارهای خود خونه، طبق اون مکان و زمانی خود خونه که مثلا با بعضی چیزا مثلا ممکنه نتونین انجام بدین، مثل الان که من انجام میدم، میتونین شخصی سازی کنین، میتونین اونجوری که خودتون میتونین انجام بدین. اونقدر راحت نباشه که به 75 روز سخت نیاد، اونقدر سخت نباشه که توی 75 روز نتونید. من اینجا نیستم که بهتون بگم من استاد این کارم، اینجاییم که با هم دیگه این 75 روز سخت امتحان کنیم و ببینیم چقدر میتونیم عادتهای منفی خود ترک کنیم، چقدر تغییرات مثبت توی از مدت 75 روز میاد. و خیلی هیجان دارم که ببینم این ویدیو رو وقتی من بعد از 75 روز نگاه میکنم چقدر تغییرات توی خود میبینم. امیدوارم که همه چی به خوبی پیش بره. من اولین بار میام چالش رو امتحان میکنم و تا حالا قبل از هیچ چالنجی مثل این انجام ندادیم. روتین روزانه داشتیم و خیلی انقدر سخت نبوده به نظرم. برای من سخت‌ترین بخش اینه که من هر روز ویدیو آپلود کنم و چون سر کار می زمان زیادی نمونده. الان که من اینجا نشستم ساعت 7:30 1 ساعت دیگه من قرار برم سر کار. من قبل از رفتم برای دویدن تقریبا 45 دقیقه دویدم و نیم ساعت ورزش کردم. اینجا تو خانه اومدم و شروع کردم ویدیو گرفتن. برای من خیلی خوشاینده که اول صبح بودم و اینو با کامل میل میتونم انجام بدم، ولی ورزش کردن یکم برای من سخته. پس بریم سراغ ویدیو. روز اول وضعیت بدنی من. یک موضوعی در مورد شکمم خب من فکر کنم از 16-17 سالگی یک چربی زیر شکمم ایجاد شده و هیچ وقت از اون بعد نتونستم ازش جدا شدم و حالا با ما هسته و تو این 75 روزم سعی میکنم که ازش خلاص شدم و امیدوارم که بتونم ازش خلاص شدم. خب امیدوارم که بتونم. اگه شما شروع میکنین لطفا زیر کامنت ها بنویسین که منم شروع کردم و اینا. من از این موضوع انرژی میگیرم. بچه اینم از وادی صبحانه و من به عنوان فیبر این سیوه انتخاب کردم و سبزی دیگه ای نداشتم تو خانه. من 3 سال میشه تقریبا من زردی تخم مرغ جدا میکردم و جدیدا تصمیم گرفتم زردیش هم بخورم. خیلی هم بد نیست، مزهش فقط چون خیلی وقت نخوردم یکم برای من عجیب الان. بچه وزن منم ببینیم. اینم وزن فعلی من. اینم وزن فعلی منه که ببینم میتونم 1-2 کیلو به خود اضافه کنم. من فکر میکنم 53 ولی 53 نیستم.
نمیدونم چرا 53 نیست. نمیدونم که 3 کیلو ما کم کردم. نیسه اضافه میکنیم. خیلی انشالله اضافه میکنم خیلی. قصهش نمیخوریم. بریم ببینیم چی میشه. بچه اینم وقتی غذای سومه که یک دیگه ویدیو گرفته بودم فکر کردم اولش بعد نگاه کردم اصلا نه صدا داره نه تصویرش خوبه تصمیم گرفتم دوباره بگیرم پر از پروتئین و فیبر. بعد کیلومتری که چقدر دویدیم امروز البته همشو ندویدیم خب تقریبا 2 کیلومتری مثلا یک مقدارش رو دویدیم یک مقدارش رو رفتیم. اوره برای شما میذارم چون الان نمیدونم دقیقاً چند کیلومتر بود که من دویدم صبح اولی وقت رفتم. ببین کیلومتر برای شما میذارم اینجا اورا خودتون ببینید. بعد همه اون لیست تیک خورده غیر از زبان کار کردن و ویدیو گذاشتن ایدو ترم که انجام بدیم امروز تمام میشه و مورم سراغ فردا. امروز به نظرم خوب بود غیر از اینکه ویدیو گرفتن نمیدونم چرا ویدیو گرفتن برای من سخت‌ترین کار دنیاه و این وسطا مثلا اگه من شکر الکل اینا رو بخورم اینکه پس بعد از اول شروع کنم یک هفته گرفتیم 2 روز گرفتیم 3 روز گرفتیم این فاستینگ این چالش ما 2-3 روز انجام دادیم مثلا فرض کنید یک هفته انجام دادیم یک هفته بعد یک هفته مثلا من میرم یک قلوب الکل میخورم یا مثلا میرم شکر میخورم هلا میخورم بعد برگردم از صفر شروع کنم. اینم خیلی مرا میترسانه. البته من زیاد اهل الکل نیستم ولی شکر چرا من شکر دوست دارم متاسفانه صلاح با شکر خوردن که نخورم بخورم همینطوری ورمورم و امیدوارم تو این 75 روز کن نزدن تا آخرش پیش برم. امروز روز اول احتمالی که من شکر بخورم زیاده. بعد دیدین صبح من چقدر پوف داشتم حالا میبینیم پوف صورت من چقدر کم شده. صبح خیلی پوف داشتم اگه که مثلا اول ویدیو نگاه کنیم قشنگ متوجه میشی پوف صورت من 3 برابر بود. الان نگاه کن قشنگ پوف صورت من نشسته به خاطر اینکه من شب فقط 2 ساعت خوابیده بودم احتمالا به خاطر اون کم خوابی بود. خیلی خوب فردا میبینم خدا نگهدار. تشکر که منو نگاه